چطور در خصوص افزایش حقوقمون با مدیرمون مذاکره کنیم. ببینید من دارم میگم مذاکره. ما دو تا واژه داریم، مذاکره و متقاعد سازی. فرق این دو تا واژه رو باید بدونیم. ببینید مذاکره بازی بده بستونه، یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم. متقاعد سازی میگه نه، حرف خودم، تو باید گوش بکنی. جای این دوتا نباید عوض شه. مشکل خیلی از مدیرا، مشکل خیلی از کارمندا، مشکل خیلی از زن و شوهرها اینه که جای این دوتا عوض میشه. جایی که باید مذاکره کنن میرن تو بازی متقاعد سازی، جایی که باید متقاعد بکنن میرن تو بازی مذاکره. یعنی چی؟ ببینید یک مدیر وقتی یک قانونی میذاره، اون قانون رو باید سفت و سخت بچسبه بهش، جای مذاکره نداره. وقتی من میگم مثلا ساعت کاریمون 9 صبح، نمیتونم بگم طرفی که مثلا 9 و نیم میاد بیا حالا با هم بشینیم مذاکره بکنیم. نه، تو باید ساعت 9 صبح بیای. ولی در خصوص افزایش حقوق کارمند باید بره مذاکره کنه. آقا من این کارا رو انجام میدم، در خصوص انجام این کارو میخوام یه مقدار حقوقم افزایش پیدا بکنه. خیلی ها میان تو بازی متقاعد سازی، حواستون باشه. حالا اینکه چه کلماتی رو توی افزایش حقوق، تو بازی مذاکره افزایش حقوق داشته باشن بهتون میگم تو پستای بعد.